توی کلوزگارد ما با یه نیپول حریف رو به سمت خودمون میکشیم، با پینچ اطلاق حریف سمت خودمون نگه میداریم، با پاهامون سعی میکنیم که لگن و هیپمون رو از بدن حریف خارج بکنیم که ایجاد زاویه بکنیم. حالا رابرگارد رو ستاپ میکنیم، دستمون رو میگیریم به این شکل. حالا حریف بعضی موقع توی حالت شروع میکنه سعی میکنه سر خارج بکنه. اگه حریف سعی کنه سر خارج بکنه، چه به سمت بیرون بره چه تو همون فرمت سعی بکنه سر به سمت بالا بیاره، ما با یه دسته رو رد میکنیم، پا رو میاریم و قسمت پایین ساق پامون رو زیر خرخره حریف میذاریم که بهش میگن گوگوپلاتا. بعد انحنای روی پامون رو میذاریم بغل صورت حریف، با انگشت پامون رو میگیریم، یه دایره تقریبا اینجا شکل میگیره که دور تا دور گردن حریف هست. حالا شروع به فشار گردن میاریم که حریف رو گوگوپلاتا میکنیم. یه زمانی هم هست که شما داخل رابرگارد زمانی که حریف رو کنترل داریم، حریف دستا رو نزدیک میکنه به شما، آرنجا و دستش رو نزدیک میکنه که نتونید تکنیک بزنید. شما میتونید دست رو با دستتون پاتون رو بگیرید، پشت آرنج رو میگیریم، جمع میکنیم به این شکل. حالا یه فاصله خیلی کمی بین دو تا زانوتون ایجاد میشه نسبت به حالت اول. دست رو میذاریم بغل گوش، میچرخیم، کاملا ایجاد زاویه میکنیم، پا رو رد میکنیم و حریف آنبار میکنیم.